سلام دوستان و همکاران عزیز. یک برد پکیج گلدیران با عدم تشخیص شعله برام آوردن. قبل از اینکه برد و عدم تشخیص شعله رو به شما نشون بدم، ابتدا سوکت های این برد رو برای شبیه سازی به شما معرفی میکنم. ولتاژ ورودی که فاز نول در این قسمت وصل میشه، این سوکتی که 5 پایه هست از سمت راست پایه اول و دوم پمپ آب، این 3 تا شیر 3 طرفه هستش، کاری به اینا نداریم. میرسیم به این سوکتی که 8 تا پین داره. پین اول که دوتای اول 10 کیلویه، میخوره به رادیاتورها، در واقع NTC هستند، NTC 10 کیلو. سومی چهارمی NTC آب مصرفیه که 10 کیلویه. پایه 5 و 6 اتصال کوتاه باید بکنیم، سنسور اتاقی هست. 2 تا پایه آخر کاری نداریم. میرسیم به پایین که این نقطه هستش. از سمت راست من میخوام معرفی بکنم، پرشر فن، 2 تای اولی از سمت راست پرشر فن، بعد 2 تای بعدی پرشر آب که باید اتصال کوتاه بشه، 2 تایی که آخری میشه سنسور حد، اینم باید اتصال کوتاه بشه. و این نقطه‌ای که من میخوام به شما معرفی بکنم که 2 پین هست، این مربوط به شیر رله شیر گازه که رله شیر گازه. بعد 2 تای بالایی که سوکتش قرمز رنگ پینه، سوکت قرمز رنگ، این فن که رله وسطی رله فن هستش، اینم مربوط به رله جرق زن هست. این رله آخری رله جرق زن. و اینجا از سمت راست برد اگه نگاه بکنیم که من با اروپ سوسماری وصل کردم، اینجا جرق زن ما هستش و اینم ارث که من به شبیه ساز وصل کردم. مشکل این برد این عدم تشخیص شعله داشت. این شعله پایدار نمیشد که با تعویض این خازن 47 میکروفاراد 50 ولت که تغذیه آی سی سویچینگ رو تغذیهش میکرد، این خازن 50 ولت 47 میکروفاراد که مقدار ESRش مقاومت داخلیش بالا رفته بود و ظرفیتش هم پایین اومده بود در حد 37-38 و این خازن 470 میکروفاراد 16 ولت که مقدارش شده بود 380 ولت، ظرفیتش پایین اومده بود که برای رفع این 2 تا خازن مشکل این برد حل شد. برای اینکه من شبیه سازی رو به شما نشون بدم، برق ورودی رو من وصل میکنم. الان پمپ تو مداره، الان فنم اومد تو مدار، الان جرقه میزنه. من جرقه رو خاموش میکنم که الان شعله پایداره. شما میبینید که شعله هم پمپ فن گاز تو مدار و شعله هم پایدار هستش. با تشکر از دوستان لطف کنن زیر پا